بنای کابل. در اینجا کودکان فروشنده های مواد نشاور مشهور به تابلیتکا هستند. ورود هر فرد به این ساحه زیر نظارت شدید است. کمره ما هم از نظر آنان پنهان نمان و ساحه را ترک کردیم. پلیس کابل سال گذشته توانست از نقاط مختلف شهر کابل فروشنده های مواد نشاور را بازداشت کند، اما ما با گذشت یک سال باز هم توانستیم از بنایی کابل این مواد نشاور که تابلیتکا نام دارد در بدل 500 افغانی خریداری کنیم، آن هم به بسیار آسانی. در نقاط دیگر شهر کابل نیز خرید این تابلیت های نشاور کار دشواری نیست. با محل دیگر فروش تابلیتکا که به میخانه معروف است در ساحه حوزه 4 آمدیم. اینجا با کارمند جنایی ساحه مواجه شدم. صدا را با موبایلم ثبت می کردم. پس از آن که تقاضای تابلیتکا را از فروشنده کردم، شخصی که ظاهراً کارمند جنایی بود از من پرسید: جان؟ اندیوالا بابا جان. شفیق این پشتر دکان داره. نه اون پیش دکان خوراک پوشی داره. این دومین تابلیت است که ما از شهر کابل به دست آوردیم. البته نام‌های مختلف داره تابلیت ها. این یک ردبول نام داره و این به نام جندک. در این حال در شهر کابل به نام ترامپ، به نام آیفون هم تابلیت هایی است که در نقاط مختلف به فروش میرسه. شاید یک نفر میوره که استفاده معمول است و فایده هم داره، در بسیار مشکل خریده بتونه چون دوستایش است خریده نتونه به خاطر اما تابلیتکا را ارزانتر با بسیار امکانات ساده میتونه که در نقطه تا در مکانهای دولتی میتونه از استفاده کنه، چون اجنتا یا مجاسایی است که در این بخش کار میکنه و در نقطه‌ای که بگه برشون میرسونه. ما تو دسته مکاتب داریم که بچه‌ها استفاده میکنن، حتی بعضا دخترها هم استفاده میکنن از مواد نشاور و خصوصا که تابلیتکا. شما میفهمین که تابلیتکا امروزه مثل کشمش نخود در بازارهای خصوصا کابل از قیمت 300 افغانی 500 افغانی یا بالاتر از او که یک متعلم و معلم میتونه او پیسه را در بیاره و از او استفاده کنه بگیره. زیاتره په د فارمسي او درملتونونو کې ستا موجود دی پکې، خو ولې دولت پوښتنه نه ده کړې. دا اوس هم که تاسې وګورئ په دغه نږدې سیمه کارتچار کارتسي کې خپل دا تابلیتکا خرڅېږي. این تابلیت های نشاور حتی در شماری از محیط های اکادمیک از جمله پوهنتون کابل نیز بازار گرم دارند. 2 تا دختر از پولیم که شد که یکیش ضعف کرد و این بانوی بعدی از ما کمک خواست که این بانوی دیگر کمک کنیم. زمانی که ما این کمک کردیم داخل مسجد بردیم ایزاف کرده بود. بعد از اینکه ما او درویش زدیم و برای شاب میوه چیزی گرفتیم، بازی دوستش از جیب از دختر خانم یک تابلت کشید. من نمیفهمیدم این تابلت چی است. بعدش گفت این دوباره استفاده کرده. من گفتم چی استفاده کرده؟ گفت نمیفهمم. گفتم نه، گفت کی تابلت است. متاسفانه ډیره تاسف ده چې په اوسنی وخت کې زمونږ ځوانان خصوصا محصلین هم اونجون او ځوانان په اکاډمیک ساحه کې هم په دولتي پوهنتونونو کې هم په خصوصي پوهنتونونو کې د دغه مخدره موادو څخه هم په دغه اکاډمیک ساحه کې هم پلوري اما دغه څخه استفاده کوي. هرچند آمار دقیق از استفاده کننده های این تابلیت های نشاور در افغانستان در دست نیست، اما برخی گزارش ها می رسانند که شمار زیادی استفاده کننده های آن دخترانند. با آنکه مقدار این نوع تابلیت ها از بیرون افغانستان وارد می شوند، اما اخیراً تابلیتکا در داخل افغانستان نیز به طور غیر قانونی تولید می شود. وزارت داخله به تازگی بزرگترین کارخانه تولید تابلیتکا را در فرا تخریب کرد که با گفته این وزارت 2000 تابلیت نشاور در روز تولید داشت. در داخل کشورم در موارد تولید می شد، بیشترش برای فعل نام است. ما اطمینان می است که برای شما و سرخ مردم افغانستان که به زودترین فرصت این فابریکای اینو کسایی که ایره پروسس میکنه، تولید میکنه و شناسایی میشه و اینا محو میشه. در کابل انواع مختلف این نوع تابلیت ها قابل دسترسند. هرچند مردم آن را به نام تابلیتکا میشناسند، اما بر اساس یک گزارش از سال 2017 سازمان ملل متحد این نوع تابلیت ها انواع و ترکیبات مختلف دارند. سر مریضان چې مونږ ته راځي
او د ټابلیټکا تاریخچه ورکوي. نو په معایناتو کې موږ اکثرا دوی ته یورین ډرګ ټاکسیکولوژي کوو، یعنی په تشو امتیازو کې یا په ادرار کې هماغه دواګانې ګورو چې کومې دي هغې سکرینینګ کوو. اکثره چې موږ سکرین کړي پکې امفیتامین، میټ امفیتامین، کوکاین او سنتیټیک کاتینون پکې وي چې دا عموما ټولې هغه دواګانې دي چې د دې د استفادې نه وروسته په مریضانو کې یو هیجاني حالت راځي. با آنکه هر 10 گرم این تابلت های نشاور بر اساس قانون جزای افغانستان 9 ماه قید دارد، اما در این گزارش عملا مشاهده کردید که کوچه و بازار کابل هنوز مملو از خریدار و فروشنده های این نوع تابلت ها اند.